محک بفرمایید. اینجا مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان یا محک است و جوانان نیکوکار عضو این مؤسسه سرگرم برگزاری یکی از بازارهای خیریه‌شان جشن قلکچکان هستند. بچه‌ها میدونن که شخصیتی که توی بازار محک هستن با شخصیتی که خارج از محک میتونن باشن و اونی که کارت محک رو دارن خیلی فرق میکنه. جوان هنوز اونقدر فرسایش نسبت به اتهام پیدا نکرده که بگه اون چیزی که همینطور فکری میخوام حال دارم قبول بکنم. این بیشتر این بهتر میشم که 500 تا بچه 2000 تا بچه رو منتقل کنم. کی میگه که ما نمیتونیم بیشتر؟ بچه‌مون بالا تو سردخونه مهمای 40 درجه الان وایسادن و دارن تجهیزات مثل بستنی و اینا وسایل رو دارن اونجا جابجا میکنن. خیلی بچه تو انبارن، خیلی تو تدارکاتن، خیلی تو انتظاماتن، خیلی تو بلیطن، خیلی پشت غرفن. من فکر نمی‌کنم هیچ کدوم کار خاصی کرده باشیم، ولی وقتی که همه با هم یه کاری رو انجام میدن اون وقت شاید نتیجهش بهتر باشه. اگر تیشرت نداریم، اگر این هنوز ممنونتون هستم به سریع نگرفتیم لطفا سریعا برید چون 25 دقیقه شروع بازار شدن. تو می‌کنم اونجا کنار دو تیم می‌زنم دو تا شوشه نفر بچه‌تون یکی بالا بود. من انتظاماتم همیشه معمول همیشه انتظام. شاید من خودم مثل اونا میشدم و یه لطفه که مثل اونا نشدم. اینه که ما آدمایی هستیم که داریم یه جورایی با هم خیلی مدت میشیم. اینا میدونین هم قشنگه، هم لذت بخشه، هم جای شکر داره، هم مسئولیت آدم رو زیاد میکنه. جالب بود برام که یه جایی کار کنم که خودم دارم مرحله‌اش رد میکنم. دوست داشتم بچه‌های کوچیک مرد چون میدونستم که شماها دردتون ممکن از من بیشتر باشه. من نمیگم درد من بیشتره ولی حداقل میدونم دردتون یعنی چی. خوشبختانه چون خیلی زود تشخیص داده بودن فقط دوره درمانی خیلی زود تموم شد. میدونم که دیگه بچه‌ای از فرق نمی‌گیرن. خدایا اگه روزی بودن من تو محک برام یادت میشه اون روز آخرین روزی باشه که من اینجا هستم.
Here is Mahak, Society to Support Children Suffering from Cancer. Young benevolent members are acting to set up a charity bazaar, the annual Donation Box Festival. بچه‌ای از فرق نمی‌میره اگر که بمیره تو ماریش درمان نشده. خب خیلی بده.